Hello, welcome to Hazarestan channel. I hope you are doing well. Dear friends, be sure to subscribe to Hazarestan channel. سلام امیرعلی خوبی؟ سلامتی؟ خوبی دیگه؟ علیکم خوبیم شکر. تو چطوری؟ راستش که چینل هزارستان رو لایک سابسکرایب نمونی. چی میگم ما سابسکرایب نکردم؟ هر کس میگه غلط میکنه. سلام دوستان عزیز، به چینل هزارستان بازم خوش آمدین. امیدوارم حال شما خوب جور باشه. در این ویدیو یک نرم افزار موبایل برای شما معرفی مونم که بدون کدنویسی انیمیشن های جذاب و دیدنی بسازید. دوستان قبل از تماشای ویدیو لایک و سابسکرایب یادتان نره، حتما لایک و سابسکرایب کنید و علامت زنگ را هم دین تا به محض انتشار ویدیو اولین کسی باشین که ویدیو را تماشا میکنید. بهترین ابزار و نرم افزار برای ساخت انیمیشن. پلاتاگون یک نرم افزار انیمیشن سازی است که به کاربران امکان میدهد تا به سادگی انیمیشن های کوتاه و جذاب بسازد. این نرم افزار تمرکز خود را بر روی ایجاد انیمیشن های کارتونی با شخصیت های سه‌بعدی قرار داده است. با استفاده از این نرم افزار شما می توانید بدون تخصص یا دانش خاص در این زمینه انیمیشن های جذاب و لوکس تولید کنید. مثلا این رقم سایکو تو چیز کار مونی اینجا بیا برو مالا رو ببر درام اول چوپو موره اینالی از بعد مالا تموم نده خانه برو بودو ما بردن همتنو ما از خود کار درم توش نمیگرنن. ویژگی های مهم انیمیشن ساز پلاتاگون: 1. سفارشی سازی شخصیت ها. پلاتاگون به شما اجازه می دهد شخصیت های سه‌بعدی با ظاهر و ویژگی های مختلف ایجاد کنید. شما می توانید از مجموعه از انواع مختلف موی، چیم، لباس، کفش و غیره برای سفارشی سازی شخصیت ها استفاده کنید. 2. ایجاد دیالوگ ها. شما می توانید دیالوگ های شخصیت ها را به صورت متن وارد کنید و این نرم افزار به صورت اتوماتیک صداها را با حرکت لبها هماهنگ می کند. و توجه داشته باشید که این نرم افزار از زبان فارسی پشتیبانی نمونه و شما می توانید برای صداگذاری انیمیشن های خود از ضبط صدایش استفاده کنید. 3. تغییر فضا و صحنه ها. میتونید محیط ها و صحنه های خود را تغییر دهید. این امکان به شما داده میشه تا داستان های خود را در محیط های مختلف بازسازی کنید. 4. سادگی استفاده. یکی از ویژگی های جذاب این نرم افزار سادگی و آسانی است. برای کار با این نرم افزار شما نیاز به تجربه حرفه‌ای در انیمیشن سازی ندارید. پلاتاگون می تواند برای ایجاد انیمیشن های کوتاه برای اهداف مختلف از جمله آموزش، تبلیغات، داستان‌سرایی و غیره مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتان آمده باشه و لایک و سابسکرایب یادتان نره. تا ویدیوی بعد شما رو به الله پاک می سپارم. سلام امیرعلی خوبی؟ سلامتی؟ خوبی دیگه؟ علیکم خوبیم شکر. تو چطوری؟ راستش که چینل هزارستان رو لایک سابسکرایب نمونی. چی میگم ما سابسکرایب نکردم؟ هر کس میگه غلط میکنه.